4 تا بازی کثیف پوستی که هیچ وقت نباید گولشو بخوری. میکرودرم‌های خونگی. این دستگاه‌ها به خاطر قدرت مکش بالایی که دارن، بیشتر از اونی که برای پوست مفید باشن، به پوست آسیب میرسونن. میکرودرم باید توسط شخص متخصص انجام بشه، وگرنه شما دچار التهاب، قرمزی و مشکلات دائمی میشید. کرم‌های معجزه به واسطه داشتن ترکیبات خطرناکی که دارن، مثل فلزات سنگین، هیدروکینون و کورتون، باعث میشن که لک‌ها خیلی زود از بین برن، اما با قطع مصرفشون لک‌ها با شدت بیشتری دوباره برمیگردن. بعدیش کرم‌های ضد آفتاب با SPF پایین. شاید دیده باشید که در بعضی از کرم‌های آرایشی و بیبی کرم‌ها یه درصد پایینی از ضد آفتاب وجود دارن، اما به علت درصد پایین ضد آفتاب میتونن مشکلات دائمی برای پوست شما به وجود بیارن. اگه میخوای گول این بازی‌های کثیف رو نخوری، همین الان پیجمو فالو کن.